سلام. لطفاً با من همراه باشین تا شما رو با بخش‌های مختلف دیدبان و غربالگر آشنا کنم. بعد از انتخاب تاریخ مورد نظر در صفحه دیدبان توسط بخش تنظیمات میتونم اطلاعات مورد نیازم رو اضافه و با دریافت فایل اکسل و فیلتر مورد نیاز سهام خودم رو غربال کنم. همچنین توسط این بخش اطلاعات بنیادی سهام‌ها به صورت دوره‌ای در اختیارم قرار گرفته. با انتخاب شروع دوره گزارش و دریافت خروجی اکسل، این امکان برای من فراهم میشه که سهام خودم رو از بین سهام‌های کل بازار و یا یک صنعت انتخاب و یا گزارشات مورد نیازم رو ایجاد کنم. برای مثال در این گزارش کمترین پی بر ای های بازار همراه روند گزارشات سود و زیان و گزارش‌های فعالیت ماهانه رو میتونم در یک نگاه ببینم. با سپاس از همراهی شما، لطفاً سوالات و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.